اون چیزی که گفتم انا همه چیز در حدیث ها و آیات های ربانی از آسمان نگرفتم از یگان جا نگرفتم من همین چیزی طلبات دین مبین اسلام زیاده روی نکنیم استفکاری نکنیم کسی که امکانیت اقتصادی و مالی دارد از حق کودکاش زیادتی دارد در آیلش مشکلی ندارد اون کس هم زیادی باشد میکند همراه با یتیمان معیوبان کمبیزاتان باید قربانی کرده تقسیم کنند امام خطیب این آیه است امام خطیب پیش میکروفون بیا همین گفته هایی که من در نایه باختر برآمد کردم تاکید کردم نادرست است درست همش حاضر تاکید کردگی ما یگان جای نادرستی دارد هیچ جا نادرست نداره همش موافق گفتی شریعت اسلام است همین نایه در چند کس امکانیت قربانی کردن دارد یک 8-10% مردم امکانیت دارد امکانیت دارد با یتیما داریم معیوبا داریم کمبیزاتا داریم هیچ نباشد کسالخانه داریم که اونجا مریضا هستن مریضا آدمایی که وای هستن توابت میگیرن دیگر میرن اونجا میشد الله میره داملا وای کنین سروری کنین فهمونین مردم ما هر یک دیهه داریم اوله کمبیزا داریم یکی آدمانی کلانسال چون که اینجا قوت ندارد کار کردن نمیتونه نه مهنت کرده میتونه نه دیگر اونا را نگاه کنیم بسیار کاری ساو میشه بسیار کاری خیر میشه اگر هر یک فردی که امکانیت دارد با دست خودش کند بعد بینید چهره ای که اونه که یتیم است معیوب است مریض است کمبیزات است شما بینید که خودتون ثواب میگیرید ثواب برای شما خودتون میگه برای اونه خودتون کاسه اعمال ترازو ده برمیکشن میگوین کو هر یک مرد مومن هر یک فرد مومن و مسلمان در زندگیش کار ثواب و خیر میکنه در زندگیتون در زندگیمون یک جدا آب میبریم یک مکتب میسازیم راه میکنیم یک آدمی سریعتی گودکی یتیم سیله میکنیم یک کمبیزات همیشه در زندگی ما قدم و دکار بعد یک مردیم رفتیم اونجا بعد هم ترازده میکشن دیگر بعد میم اون طرف حوالات به خدا کنیم جواب سوال تا میگوی اون چیزی که برای مایت برای مردگان میکنن غیر آیت قرآن دیگه یگان چی نمیرود هیچی دروازه محکم آیت قرآن کسی که میخواند هر روز میخواند هر روز 10 مرتبه میخواند میبخشد انا همون درک شده میشه دیگه یگان چی نه گاو کشتن نه شتر کشتن نه آش پختن دادن هیچ چیزی وای است یا نادرست گفتم بابا همش درسته انا برای همین بسیار من خواهش میکنم که مردم دم شما هم راهنما باشید فهمونین راه درست فهمونین زیاده روی نکنیم اسراف کاری نکنیم خب ناشکری عاقبت به بدبختی میآورد ناشکری نکنیم رزق ریزمون فراوان است امسال گرمترین دنیا ده سال بود سازمان ملل آن اعلان کرد که در دنیا در تاریخ انسانیت گرمترین سال در منطقه های دنیا خشکسالی بی‌آبی گرسنگی میلیون ها میمرن از گرسنگی بی‌آبی و دیگر با شکرانه کردم مدعکر از این نعمتایی که خدای تعالی میگن که ما دست زحمت کشیده معیام میکنیم زیاده روی نکنیم سلامت باشی بود ایدم رفته مسجد پگاه اید است مردم از نام ما تبریک گو تبریک نامه من این شب میرود لیکن با شما مردمی نایه کوهستان مشهد تبریک کن البته سلامت باشی من سخن گفتم داشتم لیکن با این میکروفون که میسر شد پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت مردم کوهستان از شما بسیار منتدار هستند برای آنکه از همه چیز مهم برای ما تنجی و آسایشتگی مملکت است از همه نعمت بزرگ همین است ما همیشه شکر میکنیم که پروردگار رهبر خردمند برای ما عطا کرد و مملکت ما صلح شد آباد شد صاحب یافت ملت ما از ورطه هلاکت نجات یافت ما دیگه همه چیز آبادی ها را انشاءالله روز به روز مشاهده کردن میگیریم من مردم کوهستان این بنای نو که امروز در نزدش هستیم یک باره دل مردم زنده شد باز توجهشون زیادتر شد
برای آبادی کشور، برای آینده نیک کشور انشاءالله یعنی امید مردم زیاده تر شد. همیشه بعد از هر نماز ما دعای خیر میکنیم در حق شما، در حق تینجی مملکت، در حق خاندانتان، فرزندانتان دعا میکنیم که همیشه راهبر مردم تاجیکستان باشید. شما خانه کعبه در آمدید. اول چیزی که من اعضای شورای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان می باشم، در یک جلسه مفتی محترم گفتن که اولین چیزی که پیشوای ملت در درون خانه کعبه گفتن برای خلق، برای مملکت دعا کنید. ما گفتیم برای شما دعا کنیم. راهبر دولت گفتن که برای تینجی و آسایشتگی خلق دعا کنید. شما که در درون خانه کعبه برای ما، برای آبادی مملکت ما، برای هر یک فرد تاجیکستان دعا کردید، ما این چیز فراموش نمی کنیم. مشاهده کردیم، از تحت دل در هر نماز ما دعا میکنیم در حق شما و در حق خاندان و فرزندانتان، در حق تینجی و آسایشتی مملکتمان. اکستریمیزم، دهشت افکنی، این همه پدیده های نامطلوب ما مردم کوهستان مشهد محکوم میکنند. ما انشاءالله زیر سیاست خردمندانه و عدالت پیشه و رعیت پرورانی شما همیشه شکرگزاری همین دولت و همین مملکت و همین نعمت می باشیم. سلامت باشید بابایدامو، سلامت باشید. آدما کار دمیرن، فرزنداشون انتظار که پدرشان کار کردیسه روزشون میزنن. پیش با کار قبول کردن یا که از بعدی کار هم قبول کردن مهارت‌های معین، مسئله از معاینه طبی گذراندن. پس آدما کسری کاری که در آنجا است، نه هر یک آدمی وای راست شگم، نه هر یک آدمی سالم قدرت و توانایی مثال در جای تگ زمین کار کردن را دارد. از جای بی‌خطری شما باید اینا را انتخاب کرده گیرین. میره آدمای وای نسخت بچه سالم بعد در جای نگاه کرده دل دوام میگیره، کم تربیتی سرت چهار زده میره اونجا. همین است؟ بله. بعضی کسایی هست که مومن در جای بلندی یا که در جای زیر زمین با دوا غلیظ بودگی پوزی معین این است. مثلا خودی همون جایی که مرکشی درو پرخود چیکورا کفشیرگارا اما اونایی که در زیر زمین اونا طلباتای خودشون ندارن. ما باید شیر دادن مدکر، ما باید جلگاه دادن مدکر. ولی وقتی اگر سپینای کاری وای باشد چه بگن که حاضر یک مهلت بگاهی حتی خوراکی وای نباشد یا جرغات یا یک چیز دیگر 2 ساعت هم باشد وای هم باشد ساعت‌های 8 باید کارگر استعمال کند. چون که اما با دوای غلیظ در پایان زیاد است، بیری نیست. چی گرد با دوار تازه که نکنیم غلیظ است. اینا بیردیان نکن. بعد شرایطی میاد پیش از همه غمی آدم خوردن نکن. آدم لباس ها را وای میکنن، خورد و خوراک هم شرایط آشخانه ها را برقرار کردن که سفر هم. این در مدی اول. بعد صفتی خوراک. قوت انرژی صرف میکنن. شرکت ها بعضا هم خیلی وای دارن. قرار نظارت که آماده کن. یک نظارتچی کی است؟ اونها وای نمیتونه شما وظیفه فاقای کسبه وای است. شما حقوق و وکالت هم یک آدم اگر از یک اینوالید نشه بین چقدر زیان اهلی اویله را بگو اصلا مهم و غمی آدم ها را بکنیم کار کنیتان برحال مبلغای کلام ما صرف کرده ایستادیم کوشش کردم اون در کار که تیمپی ساختمان وای باشد سرعت کارهای ساختمانی با صفتی بلند با صفتی بین درجه علاوه کردم اون در کار سلامت باشید. ما کوشش کردم مذاکره که در همین رویه مردم ما نورسا جوانان را تربیت کنیم در سخنی با قلب ما وطن ما دوست داریم صدقاً دوست داریم با مردم در پهلوی مردم ایستاده یک جای زحمت کشیم آن نقشه های داریم که تا 30 سالگی برای تاجیکستان همش مسائل اجتماعی است همش همو برای غمخواری در حق مردم تاجیکستان است مردم تاجیکستان اکثریتش اعضای اتفاق کسبه است راهشم پولشم کسبخانه‌شم مکتبشم کارخانه 3 سالیشم دیگر مسائل های آبادانی همش وابسته به بهتر کردن سطح و صفت زندگی مردم تاجیک خلق تاجیک میشه صدقاً وطن ما دوست داریم زحمت کشیم آباد کنیم نسل های جوان را
در روحیه وطن دوستی و وطن پرستی و حسی بلندی ملی تربیت کنیم برای درست هدایت کرده زمام دولت داری را بعد از وی با اونا سپاریم. میشود دولت آباد پیش رفته، میشود پرابلم هایی که داریم آهسته از بین میره. امروز شکرانه که ما را برابر کشورهای دیگر قریب 4 تشبوس بین المللی ما عملی شده ایستاده است در سطح جهانی. خب پیشنویش حاضر میشناسند، احترام میگذارند. دو سال پس هم 30 سالگی است، هم بعضا چاره‌بینی های دیگری بین المللی در تاجیکستان است. بسیار چاره‌بینی های بزرگ تاریخی است. با شما سلامتی، موفقیت برای کار. کانالی ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.